پروژکت XI Rend رو در یوتیوب دنبال کنید. سلام به همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال خودتون خوش اومدین و خوشحالم که ما رو دنبال میکنین. در خدمت شما هستم با اولین پارت از مجموعه آموزشی پروژه پولسازی از پسماندهای صنعتی. در همین بعد به شروع آموزشمون چند تا سوال از اون پرسیده شده که اینا رو پاسخ میدیم و میریم برای آموزش عملیمون. دوستان سوالات مربوط و به جایی پرسیدن و این نشون میده که چقدر مشتاقانه کانال ما رو دنبال میکنن. اولی سوالشون هم این بوده که چه محصولاتی از این فرایند به دست میارید؟ محصولات ما متعدده و خب در پروسه آموزش آینده حتما به اونها اشاره خواهیم کرد. سوال دومشون اینه که چطور باید شروع کنیم؟ نقطه شروع کجاست؟ خب آغاز پروژه‌ای به این عظمت پولسازی از پسماندهای صنعتی مستحضر باشیم که مستلزم یک سری از مجوزهایی هست به نام مجوز شغلی و مجوز استحصال از کارخونه که آموزش امروز ما دقیقاً تو همین حوزه است. و سوال سومشون اینه که شما چطور شروع کردین؟ از تجربیات عملی خودتون برامون بگید. برای اینکه ما از تجربیات خودمون برای شما توضیح بدیم، خودکار و کاغذ لطفاً کنار دستتون باشه، نکته‌های مهم رو یادداشت کنید چون آموزش ما دقیقاً از همین لحظه شروع میشه. ببینید دوستان، ما زمانی که وارد این پروسه عظیم شدیم و قرار بود شروع بکنیم متوجه بودیم که با یه شرکت خیلی بزرگی به نام کارخانه ذوب‌آهن طرف هستیم. کارخانه ذوب‌آهن مثل همه کارخانه‌های بزرگ یک سری چارت سازمانی و یک سری پروتکل‌هایی دارن. برای اینکه بتونید با این شرکت‌های بزرگ و این کارخانه‌های عظیم شما مکاتبه داشته باشین، حتما باید شخصیت حقوقی داشته باشین، نه شخصیت حقیقی. خیلی از دوستان مستحضر هستن که شخصیت حقیقی چیه و شخصیت حقوقی چیه. خیلی توضیح نمیدم تو این زمینه، ولی برای اینکه بتونید شما بوروکراسی اداری با این کارخانه‌ها رو رعایت بکنید، حتما باید صاحب شخصیت حقوقی باشین، یعنی شرکت ثبت کرده باشین. براتون توضیح میدیم به چه شکل ما مذاکره کردیم با کارخانه ذوب‌آهن. خب دوستان، بعد از اینکه شرکت هدفتون رو پیدا کردیم که پسماندهای صنعتی دارن، باید باهاشون وارد مذاکره بشیم. کاری که ما کردیم دقیقاً به این شکل بود که اینجا براتون توضیح میدیم. مراحل مذاکره و بستن قرارداد با کارخانه. ما بهشون مراجعه کردیم برای اینکه مکاتبه و ارائه پیشنهادمون رو در قالب یک شخصیت حقوقی بهشون بدیم. اومدیم نگاه کردیم دیدیم که خب خودمون شرکتی ثبت نکردیم. ما دوستان به این جمع‌بندی رسیدیم که یه شرکت خودمون ثبت کنیم. اما یه پیشنهادات دیگه هم که به ما میشد این که با شرکت‌های از دوستان و آشنایان هم میتونیم استفاده کنیم از بستر اونها برای مذاکره. ولی خب ما به این جمع‌بندی رسیدیم که خودمون شرکت ثبت کنیم. پروسه ثبت شرکتمون نهایتاً بین 3 تا 6 ماه طول کشید. بعد از اینکه شرکتمون رو ثبت کردیم تا این مدت، مجدداً باب مذاکره را با کارخانه شروع کردیم. دقیقاً به کجا مراجعه کردیم؟ به واحد فروش کارخانه. به واحد فروش کارخانه مراجعه کردیم و از ما خواستن که پیشنهاداتمون رو بهشون بدیم و طرحمون چیه. ما پیشنهاد و طرحمون رو دادیم که قرار شد یه کمیسیون مطرح کنن و خبرش رو به ما بدن. بعد از یه مدت حدوداً 1 هفته این واحد فروش کارخانه با ما تماس گرفتن و از ما خواستن که دیدار حضوری داشته باشیم. ما به سرعت به خدمتشون رسیدیم به اتفاق دوستان که شرکت رو ثبت کرده بودیم. اونجا که رفتیم از ما قیمت خواستن. منتها نکته‌ای که هست، اونا رو الزام کردیم به این که حتما باید از پسماندهای کارخانه دیدن کنیم و بعد قیمت رو بهشون بدیم. به اتفاق حراست کارخانه به محل انبار پسماندها مراجعه کردیم که در غرب کارخانه پردی از خاک‌های سیاه رو انبار کرده بودن به یه وسعت خیلی زیاد. ما بازدید کردیم، اما سوال مجهولمون این بود که چه قیمتی باید ما به ایمندگان خدا بدیم با وجود اینکه هیچ فعالیتی نداشتیم و هیچ آشنایی هم با این شغل نداشتیم. برگشتیم به سرعت به سر میز مذاکره با واحد فروش و برای مرحله نهایی مذاکرات و پیشنهاد قیمت از طرف ما. اونجا که نشستیم از ما خواستن قیمت بدیم، قیمت متعارف. این 2 تا راه جلوی ما بود دیگه. منتها تو حین برگشتنی که به سمت واحد فروش می اومدیم که بشینیم قیمت نهایی رو بدیم،
ذهن خودمون مرور کردیم که چه پیشنهادی بدیم که مطلوب باشه و به درد هر دو طرف بخوره و ما این قرارداد بزرگ رو از دست ندیم. این مورد اول که قطعا متعارف باشه ما نمیتونستیم بهشون قیمت بدیم، اطلاعی نداشتیم از نحوه استحصال، هزینه ها و هم رفته بتونیم چه قیمتی بدیم که ما این وسط زیانی نبینیم. راهکار ما برای مذاکره دقیقا همینجا بود و این باعث شد که این قراردادمون از دست ندیم، با اینکه آشنایی نداشتیم با نحوه استحصال. اومدیم دو تا پیشنهاد ارائه دادیم. یکی این که پیشنهاد مشارکت به صورت کنسرسیوم، حالا 50-50 یا 60-40 یا 70-30، یعنی اینکه ما فعالیت بکنیم، اسمان‌ها هم که از کارخونه است و سود استحصالمون رو با هم دیگه به صورت کنسسیون 50-50 یا 60-40 یا 70-30 تقسیم کنیم. خب پیشنهاد بدی نبود برای خود کارخونه و برای ما. پیشنهاد دوم این بود که این بندگان خدا با ما همکاری کردن و لطف کردن به ما، این بود که به صورت آزمایشی و برای به دست آوردن قیمت مطلوب هر دو طرف 1 ماه فعالیت کنیم و بعد از آزمون و خطا قیمت رو اعلام کنیم. بسیار پیشنهاد مطلوبی بود. بعد از جمع‌بندی در مورد نحوه استحصال و اعلام قیمت، واحد فروش قرار بر این شد که نامه به حراست بزنه برای مجوز ورود تعدادی محدودی شخص و دستگاه‌های مکانیزه که از طرف ما معرفی میشه با نظارت کامل خود کارخونه. خب این مرحله هم انجام شد خیلی به سرعت و در نهایت این ما بودیم که باید تصمیم میگرفتیم از چه ادواتی استفاده کنیم، به چه شکل و تحقیقاتمون رو کامل میکردیم و افراد یا دستگاه مکانیزه رو به کارخونه اعلام میکردیم برای شروع فعالیتمون و چطوری بتونیم اونجا یه کارگاهی تجهیز بکنیم که همه اینها رو ما در جلسه آینده حتما براتون توضیح میدیم. دستگاه‌های مکانیزه به چه شکله، به چه شکل باید استحصال بکنیم، از چه ابزاری باید استفاده بکنیم. دوستان در پاسخ به اون سوالی که فرموده بودن از کجا شروع کردیم، شروع به این صورته که شما باید حتما 2 تا دونه مجوز حداقل کسب کنید. مجوز اولمون 2 تا مجوز اولمون همون ثبت شرکته که بهش مجوز شغلی هم میگن. دومین مجوز استحصال که از طرف واحد کارخونه یا همون واحد حراستش در حقیقت به شما داده میشه، اونم بعد از انجام مذاکراتی که به نتیجه میرسه. پارت اول آموزشمون اینجا تموم شد، ولی توصیه میکنم پارت دوم حتما از دست ندین. در مورد تجهیز نمودن کارگاه و آشنایی با دستگاه‌های مکانیزه، ادوات و افرادی که باید برای این پروژه پولسازی استفاده کنید. لایک و سابسکرایب حتما فراموش نشه و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. خیلی خوشحالم که در جنب شما هستم. با ما باشید.